مهمان فیلی ما هستند انجینیر عزیزالرحمن عزیز، رئیس آبهای زیرزمینی وزارت آب و انرژی. آقای عزیز سلام بر شما و خسته نباشید. خیلی خوش آمدین. صبحتون بخیر. سلام بر شما، همکاران تکنیکی شما و از طریق تلویزیون ملی افغانستان به تمام هموطنان عزیز در سرتاسر دنیا. بخیر با عزت باشین. انجینیر صاحب، در اواخر شاهد هستیم که سیلاب‌های اخیر و زلزله‌های اخیر هم در کشور بوده و زیانمند شدن هموطنان عزیز گرامی ما زیادتر در نقاط مختلف کشور. مشنویم از شما، زیادتر جاها هستند که با کمبود آب زیرزمینی مواجه هستند، داخل ما هم نمیتونن استفاده درست از آب بکنن و مردم محل هم نمیتونن که آب آشامیدنی خود را به دست بیارن. در رابطه با دستاوردها و فعالیت‌های اخیر وزارت شما در این بخش مشنویم. وزارت انرژی و آب در بخش مدیریت منابع آبهای زیرزمینی تلاش‌های متعدد را به خرج داده و برنامه‌های زیاد هم زیر کار است و معمولا در این مورد کار میکنیم. یکی از او اقدامایی است که ما الحمدلله فعلا یک شبکه سرتاسری نظارت منابع آبهای زیرزمینی در کشور داریم که در تمام ولایات، در تمام منابع آبی زیرزمینی جایی که موجود است ما نظارت دائمی داریم و همکاران ما به صورت ماهوار از اونجا ارقامش جمع آوری میکنه و ما یک سیستم دیتا منیجمنت و دیتابیس داریم و بعد از او هم ما تحلیل از این منابع را داریم که یعنی همیشه در هر جایی که منابع آبهای زیرزمینی در یک حالت خطر روبرو میشه ما آگاهی کامل از تمام پارامترهای امو منابع داریم. بحث دوم کارها و دستاوردهای ما وزارت انرژی و آب این است که ما استفاده از منابع آبهای زیرزمینی را مشروط به اخذ و دریافت اجازه نامه از وزارت آب و انرژی به همکاری ادارات و وزارت خانه های زی داخل نمودیم که در اکثر موارد ما خود حفاری های خود سر را که سابق سر به خود هر کس میتونست برای خود چیز کنه، حفاری کنه و به مقاصد مختلف از او استفاده میکرد، حالا این مشروط شده به اجازه نامه و همچنان آب را که استفاده شما برای کسی اجازه میدیم او یک حجم مشخص تخصیص شده می باشه و اینجا اولویت ها مشخص کردیده که ما اولویت را برای آب آشامیدنی، آبهای معیشتی و در قدم های بعدی محیط زیست و بعدا زراعت و صنعت و تجارت این موضوعات است. او هم با حفاظت بیلانس بین موجودیت آب در منابع و همچنان تقاضای سکتورهای مختلف مصرف کننده آب. در ضمن ما در قسمت تغذیه منابع آبهای زیرزمینی هم اقدامات را داشتیم در حوزه های دریایی در ولایت، در آبریزه ها و همچنان به سطح شهرها که از او جمله حفر چاه‌های جذب آب باران است که تنها در شهر کابل ما سال گذشته حدود 700 چاه را حفاری کردیم که آب باران مستقیم هدایت بتیم به طبقات زیر زمین و مدیریت آبریزه هاست، بندهای خرد و ریزه در دراهای بالایی است جهت تغذیه آبهای زیرزمینی و فعالیت های امثال همیزی. یعنی ما در دو بعد کار میکنیم، یک بعد ای که ما مصرف را چگونه مدیریت کنیم و یک بعد ای که ما دوباره در تغذیه منابع آبهای زیرزمینی سهیم باشیم. همچنان برنامه‌های آگاهی عامه، تماس با مردم، ایجاد انجمن‌های آبیاری و کوشش بر این که ما سیستم‌های آبیاری را معاصر بسازیم و حقابه های مردم تأمین شود و در اکثر موارد دشت های بکر و بایری که به زمین های مزروع تبدیل گردیده ما چگونه راه حل برای او پیدا کنیم تا آب را از یک منبع بدیل برشان تأمین کنیم یا میزان مصرف آب از اونا را به حد اقل برسانیم و یا در صورتی که امو ضرر از او به حد باشه که مفیدیت اقتصادی از او مناسب نیست، ضرر بیشتر است، باز در او صورت انتقال از او به منابع آبی. این اقداماتی است، برنامه‌هایی است که تحت کار وزارت انرژی و آب در سرتاسر کشور خاصتا در شهرهای بزرگ عملا جریان دارد. انجینیر صاحب، در رابطه با سیستم تغذیه منابع آبی صحبت کردین که گفتین که در تپه ها بعض جاهای را حفاری کردین و یا هم بندهای کوچک ایجاد کردین به خاطر ذخیره آب باران. چقدر نتیجه بخش بوده، چقدر مثمر تمام شده، آیا نتیجه مثبت گرفتیم یا خیر؟ بله، ما مثل که شما را گفتم که ما
ای که آب در مجموع کم شده و بحث جداست که آب کم شده. ای که ما اینی آب کم که است ای را چی گونه مدیریت کنیم و ای آب نگذاریم که در اسرع زمان از یک آبریزه ما خارج شود و ای را اینجا استفاده کنیم. در این بحث ما شما فعلا قرار داریم. موثریت از ما آبهای سطحی و زیرزمینی را مداوم تحت نظارت داریم. اونجا اگر نوسانات در سطح آبهای زیرزمینی در یک ساحه رخ میده او ریکارد میشه، ثبت میشه و هر مقدار آبی که از یک مجرای سطحی هم خارج میشه او هم ثبت میشه. پس این ارقام، تحلیل ارقام برای ما، یک مثال کوچکش میگم، مثلا یک کانال است به نام کانال خینکوت از ولسوالی چهارآسیاب از دره للندر. این کانال می آمد یک وقتی اراضی که می ساحه ناحیه ششم است، قسم ناحیه هفتم الا پل سوخته، این ساحت کلش ساحت زراعتی بود و این کانال یک کانال خینکوت است و یک کانال دیگه پایین تر از او است. این کانال ها این زمین های زراعتی را آبیاری میکرد، ولی در این 50 سال که این از زمین های زراعتی تبدیل شدن به ساحه رهایشی، این کانال ها کاملا دیگه فاقد استفاده شده بود. ما دوباره این کانال ها را توسط اشهر مردم و قسما کار خود وزارت ما ای را پاکاری کردیم تا یک ساحه دیگه آب آوردیم و امسال یک چند ماهی که در دریا آب جریان داشت، در فصل بهار این آب داشت. ریکارد ما جای نظارتی ما در او ساحه نشان میده داد که سطح آب 4 متر در ساحه عقب قصر دارالامان یک ساحه است، 4 متر سطح آب او یک ساحه مشخص سطحش بالا آمده. یکی از تاثیراتش بود. یا مثلا ما امسال نگذاشتیم آب دره ارغنده کاملا از شهر کابل برای ما چی کردیم؟ اونجا گودال هایی که برای 20 سال از اونجا مواد ساختمانی ریگ و جغل برداشته شده بود، 3 میلیون متر مکعب آب در او گودال ها ما ذخیره کردیم و او کاملا جذب زمین شد. این کارهایی بود که تاثیرات از این ما همه روزه تحت نظارت داریم و تحلیل میکنیم. تاثیر خود داشت، ولی مشکل بسیار کلان و بسیار جدیتر از این کارهای است که مثلا ما انجام دادیم. چرا که در بحث مدیریت منابع آبهای زیرزمینی اینجا دو گروه کار میکنه. یکی که کسی که آب خدمات شرزه میکنه و یکی که کسی که آب استفاده میکنه. ما مشکل اساسی ما در استفاده از آب است که ما باید این بخش خود مدیریت کنیم. 6 میلیون شهروند عزیز که در شهر زندگی میکنه کم و بیش، اینها امو کسایی هستند که در مدیریت آب، در صرفه‌جویی از استفاده از آب، در حفاظت آب، در دوباره تغذیه آب، همه از اینها امرای ما سهم گرفته میتونن و اینها میتونن مثلا وزارت چند فرد است، چقدر یک سیستم است، چند پروژه را تطبیق کرده میتونه. این یک بحث است که پروژه های بزرگ ما برنامه‌ریزی کنیم او را تطبیق کنیم، ولی در مجموع 6 میلیون فردی که در این شهر، حتی در تمام شهرهای بزرگ ما در ولایات، اینا که سهیم شوند، اینا که همکار شوند، اینا که آب از امی مردم است، آب نعمت الهی است و از امی مردم است، ولی در اینجا کل مردم در این آب حق داره و این مردم باید ناآگاهانه یا آگاهانه در این باید اسراف نکنن، ظلم نکنن، چون این گناه هم هست و چون این حق مشترک است باید به حد از استفاده کنه که حق دیگران باید متضرر نشود. اما متاسفانه که هرچی گفتیم، هرچی در مطبوعات گفتیم، برنامه های آگاهی دیامه برای انداختیم، پوسترها چاپ کردیم، ادارات مختلف کار کرد، شما از طریق مطبوعات کار کردین، این برنامه را شما این چیز کردین، ما خودم که درا میرم که پایپ گرفتن یا سرک میشوین یا موتر میشوین، یکی دیگه یک قسم یک حالت غیر نرمال است. انجینیر صاحب، یک چیز ما شاهد هستم و ما گزارش داشتیم از بعضی از ولایات که داخل ما حتی اشکایشان می آمد و گریه میکردن به خاطر کمبود آب. دلیل اصلیش ای بود، یکی از دلایلش البته، یکی از دلایلش ای بود که بعض عده‌ای هستند که پولدار سرمایه‌دار هستند در دهات کشور، در ولایات ما که نقطه زراعتی است، در اونجا حفاری چاهای عمیق صورت گرفته بود که اونا از سیستم سولاری استفاده میکردن، یعنی برق هم مصرف نداشتن، 24 ساعت فعالیت داشت و آب رفته میرفت. شما اجازه میتین به این کار؟ قبلا این کسی نه اجازه میگرفت، نه کسی در این مورد غرض داشت.
این کار شده سال ما مثلا در تو یک حالت داخل هستیم. این کار مثلا ما در این 2 سال اینقدر تانستیم که برای از این حدود وضع کنیم، اسناد تقنینی برش جور کنیم و از طریق وزارت همراه تمام ولایت ما هماهنگی کنیم تا حفاری های خودسر کاملا بند شود. خب صدها هزار چا موجود است و مردم زندگی مردم یعنی شاید به میلیون یا بیشتر از اون مردم زندگیش وابسته از اونمو اراضی است که اینا اونجا زراعت ایجاد کردن. بدون شک اینجا یک مشکلی است که ما در او عملا قرار داریم. حالا ما روی مدیریت از این کار میکنیم. یک کار بسیار سنگین است، کار ساده نیست. در افغانستان مشکل اساسی چی است که جایی که ما منابع آب داریم اونجا اراضی وسیع زراعتی نداریم، اکثرا ساحات کوهستانی است و جایی که ما ساحات وسیع برای زراعت داریم اونجا ما فاقد آب هستیم. از همین خاطر اصلا نمیشه که ما اجالتا کار کنیم و این زیربناهایی که ضرورت است برای کل کشوری را ما دفعتا تکمیل کنیم کل زیربناها را. این زیربناها هم زمان کار داره و هم هزینه کار داره. این تمام کشورها زیربناهای خود در طول دهه‌ها ساخته، مشکلاتشان بوده اساسا ساخته، ولی ما دفعتا نمیتونیم که مشکلات جنوب غرب، شمال، شرق و مناطق مرکزی کشور را اجالتا حل کنیم. ما حال در یک حالتی هستیم که نهایتا کوشش میکنیم تا این مشکلات مدیریت کنیم و در مدیریت از این مشکلات ما حفاری های خودسر جلوش گرفتیم. دیگه کسایی که امی منابع آب را اکثرا ما در شهرهایی را موفق شدیم، هر کس که چا داره از چا آب میکشه باید میتر هم داشته باشه بدون شک. اگر که سر از او چارج زام نباشه ولی امو حجم را که ما برشان مشخص میکنیم از او بیشتر آب نکشه. همکاران ما در یک ولایت رفته بود یک کسی به خار 5 دفعه آب داده بود که باشه این خارها رشد کنه و باز در زمستان از این ما استفاده کنیم. و در حالی که خودشان میگفتن که آب زیرزمینی ما اینقدر مثلا در پیریود 5 سال 3 4 5 متر یک نشست یا نزول سطح ازی داشته. خب بالاخره تا کجای زمین شما میرین؟ یک چیزی که برای مردم مشخص نیست که آبهای زیرزمینی چقدر حجمش است، چقدر تا کدام عمق این موجودیتش است. اینی موضوع باید روشن شود. آبهای زیرزمینی محدود است و آبهای زیرزمینی زیر زمین کدام منبع دیگر نیست که از اونجا یا تغذیه شوند. اینمی باران هاست، اینمی آبیاری در اراضی زراعتی است و اینمی جریان آب در کانال ها و دریاها است که چی میشه از زمین طبقه سطحی انفیلتریشن یا نفوذ میکنه، آستا آستا به طبقات زمین میرسه الا که به یک طبقه که در روی از او آب میمانه که او قابلیت جذب به طبقات پایین نیست، بازی آب سطحش بالا میده. اون مساماتی که بین احجار و امی طبقات زمین و امی بافت زمین شکل زمین که است یا او درزهایی که اونجا است یا مغاره هایی که اونجا تشکیل شده، آب اونجا ذخیره میشه. ما که از آب گرفته میریم اینجا یک موضوع است، از یک طرفی تغذیه میشه از دیگر طرف تخلیه ما به مراتب بیشتر از تغذیه است. اونم که سطح از یک روزی ما به این حالت حتما میرسیم که در یک ساحت هیچ کاملا دیگه آب نباشه. مثلا که حال ما در هلمند عملا ولسوالی های ما هستند که اونجا مردم ولسوالی را رها کردن، انتقال کردن، بیچاره هجرت کردن از ساحه خود به دیگه ساحه که آب نیست و ما به این مشکلات روبرو هستیم و این مشکلات بسیار وسیع است. خوب حال ما بیایم که با ایتو یک حالت سبا روز در شهر کابل، در شهر مزار شریف، در شهر هرات، در شهر خوست، در شهر کندهار و شهرهای بزرگ ننگرهار نسبتا خوب است چون اونجا پایین آب است. در این شهرها ما با این حالت روبرو نشیم. بسیار خوب. انجینر صاحب، یک موضوع دیگه که بر بنیاد پژوهش‌های انجام شده، پژوهشی که جدیداً انجام شده، تا سال 2025 احتمال داره گرمایش زمین 40% افزایش یابد و تاثیرگذار است، خیلی تاثیر خواهد گذاشت بالای آبهای زیرزمینی خیلی از کشورها. چه تدابیر شما گرفتین؟ کدام برنامه برای آینده دارین؟ شما از رسانه‌ها یاد کردین، شما هم از آگاهی‌دهی یاد کردین، پروسه‌های آگاهی‌دهی که برای مردم شهر و ولایات شما انجام دادین و گفتین ما هم از طریق میدیا و رسانه این صدای شما رو رساندیم. وزارت انرژی و آب آیا کدام برنامه برای چنین موضوعات داره؟ چرا نه؟ این کار ماست، وظیفه ماست، مسئولیت ماست.
در افغانستان پتانسیل های احداث بندهای ذخیروی کاملا مشخص است. بسیار خوب. و اون اولویت ها هم است که این بند ما در چقدر وقت می سازیم، باز اینی بند می سازیم. فعلا هم کار جریان داره. اصلا بند برق کجکی که اصلا ذخیره آب است سر بخش آباد. این همونطور کانال قشتیپه برای چی است که به خاطر ازمی مدیریت آب است. بسیار خوب. پروژه های دیگری هم همانند از این در پاشدان هم ما کوشش میکنیم که کارهای خود دوباره آغاز کنیم و بعضی کانال های متوسط و بزرگ این میال در حوزه های دریایی یعنی حوزه های دریایی هدف ما ولایت ها است. ما واحد های ما به اساس جغرافیای آبی است. باز کار جریان داره. خیلی خوب. یک قسمت از کابل که مربوط کابل جدید میشه، ساحه دی سبز ما میشه، آب نداره و پروژه انتقال دریای پنجشیر است که این پروژه احتمال داره که تکمیل شود به زودیا. تا کجا رسیده کارهای اداریش و چی وقت شاهد انتقال پروژه و آغاز کار باشیم؟ ما همیشه گفتیم یک پروژه که است، یک کانسپت اولی است، باز این میره به مرحله مطالعات امکان سنجی که امکان داره، یعنی مطالعات امکان سنجی بخش‌های تکنیکی و اجتماعی و محیط زیستی و منابع و کلی از این جمع‌آوری میشه. اون مرحله ختم است، باز مرحله دیزاین میره. این دیزاین یک پروژه که ما 2 یا 3 یا 4 متر مکعب در یک ثانیه، یعنی 1 متر مکعب 1000 لیتر در یک ثانیه است. یعنی هر متر مکعب آبی که ما انتقال میدیم سالانه 30 میلیون متر مکعب آب میشه. این مسیری که انتقال میشه حدود 200 کیلومتر کم و بیش، این مسیری که انتقال میشه و این هر استراکچری که در این مسیر است، این پایپی که برای این دیزاین است، نه مرحله سرویش ختم میشه، این باید دیزاین شود و دیزاین از یک مدت را میگیره. از اون روزی که سر از این کار شروع شده 3 گروپ دیزاین در وزارت مختص اینمی وظیفهشان است که روی ازی و متخصصین کار میکنه. یک مقدار کار زیاد را هم تکمیل کردن. دیزاین از که تکمیل شد بعد از اون میریم ما با آغاز کار عملی در ساحه. یعنی آل فعلا در مرحله دیزاین است. بله صاحب. اصلا اینطور است که اینمی خود دیزاین شروع کار است. چرا که دیزاین یکی از بخش‌های عمده اساسی و مهمترین پروژه های هیدروتکنیکی و پروژه های به این مقیاس بزرگ دیزاینش است که دیزاینش تکمیل شد، کار عملیش باز ان شاء الله که بزودی شاهد باشیم. خیلی سپاسگزار هستم انجینیر صاحب محترم. کمره تلویزیون ملی افغانستان در خدمتتان. همیشه ما در رابطه با صرفه‌جویی در آب گفتیم، خصوصا آب آشامیدنی که در کابل زیادتر اجزای ما با این مشکل روبرو است و در شهرهای بزرگ شما یادآور شدین، در نقاط مختلف مثلا در هلمند شما یادآور شدین. کمره تلویزیون ملی افغانستان در خدمتتان. هموطنان عزیز، آب نعمت الهی است برای ما و شما. ما باید طبق حکم پروردگار، ارشادات نبوی، ما باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. اگر همین آب را ما صرفه‌جویی نکنیم، احتیاط نکنیم، در بالا آب بیشترین آب مصرف کنیم، در پایین آب مردم آب آشامیدنی نداره و اگر عمیق‌تر چا بزنیم چای همسایه ما خشک میشه. و اگر ما در جلوگیری از آلودگی منابع آب سهیم نشویم، فردا دور نیست، فردا پس فردا خود ما شما اولین قربانی ازی هستیم. چرا که این یک حالت فوق بحرانی که ما شما در شهرها قرار داریم، مدیریت ازی سهمگیری فعال تمام شهروندان و تمام هموطنان عزیز را نیاز داره. از شما احترامانه با مراتب ما خواهش کردیم، باز هم خواهش میکنیم لطفاً در مصرف آب صرفه‌جویی کنین. آبی را که ضرورت دارین استفاده کنین و آب مازاد استفاده نکنین که فردا باز در یک حالت خواهیم بود که آب نباشه و ما مجبور به ترک خانه های خود شیم. با عزت و سرفراز باشین. خیلی سپاس انجینیر عزیز رحمان عزیز، رئیس آبهای زیرزمینی وزارت آب انرژی، از حضورتان در برنامه سلام صبح بخیر. موفق باشین. با عزت باشین. سلامت. باشین.